بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدان، بارک الله فیکم. جهمی ها از مدخلی های تاجیک در حق شیخ الاسلام علامه ابن القیم الجوزی رحمه الله تهمت کردند. محمد شریف عبدالعلیم جهمی طاغوت پرست و برادرش این جماعت بر دروغ و بیان دروغ کاریدن عادت کرده اند. این فعل اونها است. نسبت امام شافعی دروغ گفتند و سخنش را بریدند و نسبت ابن قدامه دروغ گفتند و سخنش را بریدند. نسبت امام نووی بریدند و سخنش را تعویل و تحریف کردند و نسبت ابن تیمیه رحمه الله دروغ گفتند و تهمت کردند. و حالا باشد نوبت دروغ اونها نسبت ابن القیم الجوزی رحمه الله است و نسبت یکی از علمای عصر عبدالمحسن العباد البدر دروغ گفتند و تهمت کردند. اینها متهمان، دروغگویان و بی‌حیاها هستند. کسی که طاغوت پرست است حیاتش کاملا همچنین دروغگویی است، تهمت کنی است و تکفیر کردن اهل سنت و جماعت است. این مدخلی های تاجیک تمام حیاتشان و تمام حرکتشان دفاع طاغوت، دفاع حکم های طاغوتی، دفاع جاهلیت و دفاع مشرکین و هجوم بر اهل سنت و تکفیر کردن اهل توحید، سگ‌های جهنم گفتن اهل توحید و خوارج نامیدن اهل توحید است. اینها خودشان خوارجند که اهل سنت را هجوم میکنند، اهل اسلام را میخواهند که بکشند و تکفیری گفته و اونها را حکم به آتش جهنم میکنند و سگان جهنم میگویند، اما مشرکین را دفاع میکنند، طاغوت‌ها را دفاع میکنند و همه علمای اهل سنت را طعنه میزنند که گویا این همه علمای متقدمین و حتی علمای سلف مثل این مدخلی ها طاغوت پرست بودند. البته که این ما خیلی که اثبات کردیم دروغ است، تهمت است. اینها خیانتکارها در ذکر همه سخنهای علما خیانت کرده ایستند و شما باید با جوابهایی که ما به همه این سخنهایشان داده ایم یک نظری بکنید و گوش بکنید و بیاموزید که اینها چگونه جاهلند و چگونه سخن علماها را میبرند و چگونه خیانت میکنند و چگونه تهمت میکنند. هر سخنی که از علمای اهل سنت آورده باشد و در حق اونها تهمت کرده باشد، ببینید سخنهای علمایی که نسبت کفر خفی، کفر پنهان گفته شده را آورده به کفر ظاهر قیاس میکند یا که حکم میکند. علمای اهل سنت و جماعت خیلی که یک چند بار بیان کردیم، بار دیگر بیان میکنیم، زیرا که مسئله بینهایت ضرور است. کفر را به دو قسم تقسیم میکنند: کفری که خفی هست و کفری که ظاهر است، یا شرک را، شرک اکبری که ظاهر است و شرک اکبری که خفی هست. در مسئله کفر خفی بمانندی کسی بگوید که از سبب جهل و از سبب شبهه مثلا یکی از صفاتهای الله را تعویل کند یا انکار بکند، یا یک آیت قرآن را بگیرد که الله گفته است که در دنیا هیچ کس مرا نمی بیند. عموم الله در اینجا گفته است که
هرگز مرا نمی بیند، به این معنا که در این دنیا یک کس خطا فهمد و یعنی الله دیده نمی شود بگوید کفر است، لیکن جهل عذر است. در این مسائل خفی است. اما در مسائل ظاهر آشکار واضح البته که جهل و تعویل عذر نیست. حتی خطایی که سبقت اللسان باشد این ممکن است، اما خطایی که از قصد برآمده است این هم عذر نیست. پس سخن ابن القیم الجوزی را آورد که گویا ابن القیم الجوزی هم عذر دادند. ما میگیم که این به مسائل خفی تعلق دارد و این یک با سخن ابن القیم الجوزی را بریدند و پست و بالا کردند. ما سخنهای حقیقی ابن القیم الجوزی را میاریم و پیش از سخنهای ابن القیم الجوزی را آوردن به شما یک مسئله علمی را بیان میکنم که ما در باب تکفیر اسما و احکام داریم. در بعض حالت اسم و حکم در یک جمع آید و در بعض حالت اسم و حکم از هم دیگر جدا میشد. اسم آید و حکم نمی آید. وقتی که به یک انسان حجت رسیده است و بعد از حجت در کفر است هم اسم و هم حکم داده میشد. اسم کفر یعنی کافر است، این آدم حجت رسید، این آدم کافر است، مرتد است، و هم حکم داده میشد. حکمش قتل است، خون مالش حلال است. خیلی که در زمان صحابه در خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با اهل ردة همچنین معامله کردن. حجت که رسید، حجت که به آنها رسیده بود، یعنی دعوت به توبه کردن، دعوت به سوی توبه کردن. اونها که توبه نکردن اونها رو قتل کردن. هم اسم دادند و هم حکم دادند. این بعد از قیام حجت هم اسم و هم حکم. اما پیش از قیام حجت در مسائل اصول دین، در مسئله کفر و شرک اکبر ظاهر، خفینی ظاهر، اسم داده می شود. اسم داده می شود. یعنی کسی که شرک اکبر کرد در حقیقت جاهل بود. کلمه جهل جهل شرعی است، نه جهل مطلق. جهل شرعیه که جهل هم به سه قسم تقسیم می شود. خیلی که ابن القیم الجوزی در طبقه 17 هم ذکر میکرد. جهلش جهل معتبر شرعی باشد، این انسان بارک الله فیکم اسم داده می شود. به این انسان اسم میدیم، میگیم مشرک است، اما حکم داده نمی شود. حکم این که یعنی بعد از کافر شدن مثلا یک کس خون مالش حلال گفتن یا که قتل کردن یا که این جهنمی گفته نمیشد، بلکه حکم بعد از قیام حجت است. انا همین رو مدخلی ها، مرجعه ها، جهمی ها، حزبی ها، سروری ها، اخوانی ها اینها نمیفهمند. اینها جاهلند. این قبوری ها نمیفهمند. البته قبوری ها، صوفی قبوری و غیره، تمام فرقای باطل. و این چنین خوارج هم نمیفهمند. خوارج هم فرق نمیگذارند. خوارج هم وقتی که یک کس کافر گفتن تمام او جهنمی است. اما این دلالت میکند به جهل این فرقه ها. ما اهل سنت و الجماعت میبینیم وقتی که حجت رسید هم اسم و هم حکم. وقتی که حجت نرسید در مسائل شرک اکبر و کفر اکبر، مسائل ظاهر فقط اسم داده میشود، یعنی مشرک یا کافر، اما حکم داده نمیشود. این منهج اهل سنت و الجماعت است و این آشکار در گفته های ابن تیمیه رحمه الله و پیش از این در نزد سلف و بعد از این ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی، محمد ابن عبدالوهاب و نبیرش تا امروز وجود دارد. و مسخن هایی که ما چندین بار بیان کردیم همین است. بارک الله فیک. پس بیایید سخنی ابن القیم الجوزی رو بیان بکنیم که آیا به شرک عذر میدهند یا نمیدهند. نمیدهند. مرحمت نظر میکنید به کتاب طریق الهجرتین، کتاب ابن القیم الجوزی امام اهل سنت و الجماعت، صفحه 449. ابن القیم الجوزی میگند والاسلام هو التوحید، والاسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم.
وإن لم يك كافرا معاندا فهو كافر جاهل. خوب دقت بدید. یک بار دیگر میگم وإن لم يك كافرا معاندا فهو كافر جاهل وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. ابن القیم الجوزی میگن که اسلام این توحید الله است و یگانه عبادت کردن الله است که یکتا است و شریکی ندارد و ایمان آوردن به رسول الله است و پیروی کردن به رسول الله سبحانه و تعالی و پیروی کردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم و آن چیزهایی که از شریعت آوردند. اسلام همین است. اسلام چی بود است؟ توحید را فهمیدن، یگانه الله را عبادت کردن و ایمان آوردن به رسول الله و پیروی کردن. در دوامش میگن فما لم یأتی العبد بهذا فلیس بمسلم. هر بنده ای که این چیزها را نآورد مسلمان نیست. چی است؟ کافر است. وقتی که یک انسان مسلمان هم میگوید توحید ندارد و عبادت الله را ندارد و عبادت غیر الله را دارد، آیا مسلمان است یا کافر است؟ کافر است، مشرک است. در دوامش میگن کسی که این چیزها رو نمیبیارد دو نمود میشود است. یا کافر معاند، یعنی کافری که دیده و دانسته و فهمیده انجام نمیدهد و توحید رو انجام نمیدهد، عبادت الله رو انجام نمیدهد و به عبادت غیر الله مشغول است، یا ایمان به رسول الله نمیبرد یا پیروی نمیکند، دیده و دانسته فهمیده، این آدم کافر معاند است. قصداً دیده و دانسته نه، کافر معاند است. و یک نمود انسان ها از سبب جهل توحید رو نمیفهمند، شرک رو انجام میدهند، اطاعت پیامبر رو نمیکنند، در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر واقع میشند. اینها رو چی گفته میشد است؟ جاهل که هستند اینها رو کافر جاهل گفته میشد. فهو کافر جاهل. اگر کافر معاند نباشد این کافر جاهل است گفته است. پس به این مدخلی ها و به این جهمی ها و به این هم مسلکانشان از حزبی ها، سروری ها، سؤال ما همین است که کافر جاهل آیا وجود دارد یا ندارد؟ یا ابن القیم الجوزی هم خیلی که شما همه رو اگر این عقیدهش این چنین باشد خوارج میگید، خوارج هستند. بله بگوید که ابن القیم الجوزی هم خوارج هستند. ابن القیم الجوزی رو هم بگوید که ای مدخلی ها کلاب و نار هستند، بگوید که جاهل هستند. برای که شما میگوید که هر کسی که همین عقیده رو دارد که کافر جاهل، هر کسی که به سبب جهل شرک رو میکند این کافر است، کافر جاهل است، مشرک است، مشرک جاهل است، لیکن مشرک است، لیکن کافر است. هر کسی که این سخن رو گوید شما این رو خوارج میگید، سگ جهنمی میگید و از دین چخیلی که کمان از تیری کمان از کمان پریده است میگید، تکفیرش میکنید. مرحمت ابن القیم الجوزی رو هم آشکار بگوید، پنهان نکنید. خوب است. پس در دوامش میگن که و عدم عنادهم، همون آشکار و انجام ندادنشون، این یعنی دیده و دانسته انجام ندادنشون اونها رو از کافر بودن بیرون نمیکند. یعنی جاهل بودنشون اونها رو چی نمیکند؟ از کافر بودن بیرون نمیکند، بلکه جاهلند، کافرند. یک نمود کفر هست، کفر جهل. ابن القیم الجوزی خوب بیان میکنند جاهل هایی که مقلد هستند، پیروی میکنند به علمایشون و شرک اکبر رو میکنند، اینها کافر هستند، مشرک هستند، شرک اکبر رو کردند، عبادت غیر الله رو انجام دادند، اینها مشرک جاهل هستند. انا این است آشکار و واضح. این لم یکن کافرا معاندا، اگر کافر معاند نباشد فهو کافر جاهل، پس او کافر جاهل است. کافر جاهل وجود دارد یا ندارد؟ ابن القیم الجوزی آشکار به شما رد زده شدند، مدخلی های شرمنده متهم دروغگو که کافر جاهلند. و بارک الله فیکم. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند که
کسی که به او قیام حجت نشده است به او ما اسم رو میدهیم، او رو مشرک و کافر میگوییم وقتی که به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر واقع شد، اما حکم رو نمیدهیم. نظر کنید به کتاب اهل الذمه، مجله دوم صفحه 111. ابن القیم الجوزی در کتاب اهل الذمه احکام اهل الذمه میگن که هؤلاء ای اهل الفتره والمجانين لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان، فإن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول فشرط تحقق بلوغ الرسالة، فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنا كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين، فإن قيل فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا. ببینید در دنیا ما اهل فتره رو، مجانین، اهل فتره و کسایی که از سبب جهل به شرک واقع شدن چی حکم میدادیم؟ احکام کفار میدادیم. یعنی ظاهری آنها که کفر است کافران میگیم، مشرکان میگیم. فی الدنیا من التوارث والولایت والمناکحه، در باب میراث، باب دوستی و در باب مناکحه نکاح مثل کافرها به آنها معامله میکنیم. انما نحكم لهم بذلك في احکام الدنيا لا في ثواب والعقاب. در احکام دنیا ما به اینها معامله کفار میکنیم، اونها را حکم کفر میدیم و اونها را میگیم کافران مشرکان در دنیا، اما در مسئله ثواب و عقاب در روز قیامت اونها را ما در روز قیامت اینها کافران مشرکان جهنمیند نمیگیم، بلکه اختبار میشوند میگیم در روز قیامت. الثاني سلمنا انهم كفار لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو قيام الحجة عليهم، فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة. خوب دقت بدید طالب علمان اهل سنت. بگفتیم که اونها کافرند، لیکن انتفاع عذاب از اونها عذاب داده نمیشوند. یعنی ما وقتی که یک مشرکی که جاهل است میگیم که مشرک است، یک جاهل رو میگیم که مشرک است، یک جاهل رو میگیم که کافر است، میگیم که خونش حرام است، مالش حرام است و در روز قیامت این رو یک باره ابدالابد به جهنم انداخته نمیشود. چرا؟ عذاب از اینها برداشته می شود، یک باره عذاب داده نمی شود. لانتفاء شرطه، زیرا که شرط عذاب واقع نشد و هو قیام الحجه، به اینها حجت نرسید. به اینها حجت که نرسید یک باره اینها الله عذاب نمیدید، زیرا که الله خودش گفت و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا اینکه به وی رسول نفرستیم. پس در روز قیامت اینها چی حجت رسانیده میشن. خودی الله امتحان میگیرد. فإن الله لا يعذب الا من قامت عليه الحجه، الله عذاب نمیدهد مگر همون کسایی را که به اونها قیام حجت شده باشد. پس ببینید کسی که قیام حجت شدگی نیست، جاهل است، به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد، ما میگیم کافر است، مشرک است. در روز قیامت امتحان می شود. اما کسی که قیام حجت شده است کافر است، مشرک است و در روز قیامت خلدن فی النار است. و خوب تأمل بکنید و دقت بدید که ابن القیم الجوزی بیان کرده است که دو کفر وجود دارد. کفر معذب که این را کفر التعذیب هم میگن و کفر الاسم و کفر اسم. یعنی یک نمود کفر است که فقط نامش به صاحبش داده می شود و در این دنیا معامله کفر کرده می شود و در روز آخرت قیام الحجت رسانده شد به سبب جهل شرعی. و یک کفر معذب کفری که در این دنیا قیام حجت رسیده است. بارک الله فیکم. و این مسائل البته مسائل علمی هست و انسانی که عقل دارد خرد دارد میفهمد، اما این والله اعلم مدخلی ها امیدواریم که بفهمند. از همه بزرگترین سخنهای ابن القیم الجوزی را شما میتوانید پیدا بکنید در کتاب طریق الهجرتین طبقه 17. ابن القیم الجوزی مردم را طبقه بندی میکنند و این منهج اهل سنت و جماعت است. بسیار علما طبقه بندی کردند، طبقه یکم، طبقه دوم، طبقه سوم گفته. در علمای معاصر هم وجود دارد، در متقدمین و در سلف و در ابن القیم الجوزی هم ببینید وجود دارد. در کتاب طریق الهجرتین در طبقه 17 ذکر میگن طبقه المقلدین و جهال الكفار و اتباعهم.
الذين هم معهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين كنساء المهنو وخدموا أتباعه. ببینید طبقه 17 این طبقه انسان ها کیا بودند؟ طبقه مقلد ها و جاهل های کافر های جهل الکفار، جاهل های کافر و پیروانشون، اونهایی که با همراهی من مقلد ها هستند، جاهل کفار هستند، پیروی پدرشون کردند، پیروی بابایشون کردند. اینها حکمشون چی است؟ جهل الكفار، اینها کافرند. در دامش میگن که وقد اتفقت الامه على ان هذه الطبقه كفار وان كانوا جهالا مقلدين. سبحان الله. امت اتفاق کردند، همه علمای امت اهل سنت و جماعت اتفاق کردند که این طبقه 17 مقلدین و جاهل ها اینها کافر هستند. و این کانوا جهالا، اگرچه اینها جاهل باشند، اگرچه اینها مقلد باشند، از سبب جهل شرک اکبر رو کردند، از سبب جهل کفر اکبر رو کردند، ظاهر رو از سبب مقلد بودن شرک اکبر و کفر اکبر رو کردند، به امامشون مقلد هستن کردند، اینها کافرند، کافر جاهل و کافر مقلد. در دوامش میگن الا ما يحكى عن بعض اهل البدع انه لا يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزله من لم تبلغه الدعوه. مگرم روایت شده است، حکایت شده است از بعضی از اهل بدعت که گفتند که اینها کی هستند، یعنی مشرک گفتند، کافر گفتند، اما اینها رو اهل نار نگفتند. پس ابن القیم الجوزی رحمه الله مقلدها و جاهل هایی که از همون منهج جاهلی خود راضی است به اونها اصلا عذر نداده و حتی در روز قیامت اینها رو امتحان میشوند نگفته، زیرا که اینها جاهل هایی که متمکن میتوانستند که جهلشان رو بردارن، نابود کنن، لیکن اینها نکردند. سبحان الله. برای همین اینها به آتش جهنم میدارد میگن، اما اهل بدعت میگفتن که به آتش جهنم میدارد. سبحان الله. وهذا مذهب لم يقل به احد من المسلمين ولا الصحابه. این مذهبی که اینها کسی بگوید که به آتش جهنم نمیدارد، این مذهبی است که یگان نفر از مسلمان ها گفتگی نیست و صحابه گفتگی نیست. و هذا المقلد ليس بمسلم و اما من لم تبلغه الدعوه فليس بمكلف و هو بمنزله الاطفال المجانين. اطفال والمجانين. این مقلد که به عالمش مقلد است، این مقلد یا کسی که تعویل کرد یا جاهلی که شرایط جهلش رو برداشتن است و نمی بردارد، اینها اصلا عذر ندارد. اینها به منزل چیست؟ گویا که به اینها حجت رسیدگی است. اینها مسلمان نیست گفتند، فلیس بمسلم، اینها مسلمان نیست. و اما من لم تبلغ الدعوه، اما کسایی که دعوت به اونها اصلا نرسید، قرآن نرسید، حجت در نزد اهل سنت و جماعت چیست؟ رسیدن قرآن است. قرآن نرسید، فلیس بمکلف، مکلف کی نیست، برای اینکه چی نرسید. پس حکم این چی است؟ حکمش حکم اطفال است و مجانین است. یعنی اهل فتره است، در این دنیا ظاهرش کافر باشد کافر و در روز آخرت عذر داده می شود. پس جاهل ها در نزد ابن القیم الجوزی به سه قسم تقسیم شدند. جاهل هایی که متعصب به امام هایشان هستند، اینها حجت رسیدگی است و اینها شرک اکبر، کفر اکبر رو کنند، در این دنیا و آخرت کافرند و کفر حقیقی ظاهر و باطن و اینها جهنمی میشن. و جاهل هایی که متعصب به امام هایشان نیستند، لیکن از همون راه انتخاب کرده راضیند، کفتکوف نمیکنند، حرکت نمیکنند، حق رو شنوند، اهمیت هم نمیدهند، اینها هم در روز قیامت خالدن فی النار، در این دنیا مشرکند. اما جاهل هایی که حرکت میکنند که حق رو فهمند، با وجود حرکت و کوشش به حق نائل نمیشوند و دعا میکنند، به مانند این که میگن که ای الله، من شب روز حرکت میکنم و کوشش کردم که حق رو یابم، لیکن انا همین نتیجه شد، به من حق رو نشان بده. گویند همیشه در کفتکو، لیکن حق به اونها با وجود کفتکو کردن نرسید، غیر متمکنند، شرک و کفر اکبر رو انجام دادند. اینها رو مشرک و کفر میگیم، اسم رو میدیم، حکم رو نمیدیم. یعنی در روز قیامت اینها امتحان کرده میشن. انا این حقیقت مذهبی ابن القیم الجوزی است. کسی که انصاف دارد، امانت دارد،
کسی که از الله و رسول میترسد و علم رو نه به خاطر دفاع طاغوت، نه به خاطر دفاع حزب مدخلی یا حزب اخوانی یا حزب سروری یا حزب خوارجی خوانده است، بلکه به خاطر دفاع قرآن و سنت، به خاطر فهمیدن حق خوانده است، این برای او آشکار واضح معلوم است. سبحان الله. پس ببینید ابن القیم الجوزی میگن که فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى. اگر گفته شود که آیا به این انسان عذری هست در گمراهیش یگان عذری هست، عذر به جهل، عذر به تعویل، زمانی که این انسان همون کفر اکبر و شرک اکبر رو نفهمیده کرده باشد، فکر کرده باشد که این هدایت است، این حق است و این عبادت است، نفهمید که این شرک است، کفر است، برعکس این عبادت گفته انجام داد، آیا عذر می شود همین؟ قیل، گفته میشه لا عذر لهذا وامثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داء الهدى فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه وإعراضه. سبحان الله. این هیچ عذری ندارد و به مانند این گمراهی هایی که اصل منشأ و پیدایشی این گمراهیش این اعراض از وحی الهی است، از همون وحی که رسول الله صلی الله علیه و آله آورده اند، اینها عذر ندارند. امروز مسلمان هایی که در بین دیگر مسلمان ها زندگی میکنند اگر حق را خواهند در یک دقیقه پیدا میکنند، اما خودشان را مسلمان گویند و اهمیت برای دین ندهند. عیبدار کی است؟ عیبدار صاحب شریعت است، عیبدار مسلمان ها است، عیبدار کی است؟ عیبدار خودی همون انسانی هست که در بین مسلمان ها زندگی میکند، خود را مسلمان میگد، برای دنیا تمامی حرکت رو میکند، همه چیز رو میفهمد، اما برای دین فرصت ندارد، وقت ندارد و دین رو آموختن و فهمیدنش رو یک اعوذ بالله گذرانیدن وقت میداند. این هیچ عذری ندارد. اگر چی فکر کند که راهش راهی هدایت است، این شرک نیست بگوید و شرک رو هدایت گمان میکند، این مفرط است. مفرط به این معنا که بی اهمیتی کرد، کمبودی کرد، روی گردانید از پیروی از دعوت و هدایت و گمراه شد. اگر گمراه شده ای باشد، این گمراهش از سبب تفریط، کمبودی، روی گردانیدن خودش شد. اما کسی که گمراهیش ان كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن يتناول الأول وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. یعنی این انسانی که در بین مسلمان ها میگردد و جاهل هست، در حقیقت جاهل است از سبب جهلش، از سبب چی؟ از سبب اینکه خودش جهل را اختیار کرده، تفرید کرده، اعراض کرده، این اگر بمیرد خلد مخلدن فی النار است. اما کسی که در حقیقت گمراه باشد و گمراهیش به سبب نرسیدن رسالت به او باشد و در سبب عجزش باشد به رسیدن به این حق در حرکت باشد، در گفتگو باشد، اما نفهمید، نرسیده باشد، این حکمش حکم آخر است. اما وعید در قرآن آمده، یعنی جهنم میرد انسان مشرک گفته، به اول گفته می شود. یعنی کسی که در بین مسلمان ها میگردد و من جاهلم میگوید و دروغ میگوید، جاهلیش رو خودش اختیار کرده است که جاهل است، حرکت نمیفهمید، به او وعید است، یعنی جهنم میرد. و اما ثانی، اما کسی که حرکت کرد و نفهمید، یا که بگیم حرکت کرد و دسترس نشد به همون چیز، دسترس نشد، تمام قدرتش رو صرف کرد، نتوانست، نفهمید، الله او را عذاب نمیدهد. یعنی حکم را بگیم اسم را میگیرد، مشرک گفته میشد، کافر گفته میشد، اما عذاب داده نمیشد، زیرا که الله کسی را که عذاب میدهد بعد از قیام حجه. بارک الله فیکم. سبحان الله.
انا این است حقیقت. این است حقیقت. پس در مدارج السالکین مجله اول نظر بکنید، صفحه 230، صفحه 234، صفحه 240 طالب علم یک نظری خوب بکنید، میبینید که ابن القیم الجوزی یک تعلیق در زیر آیت میثاق میکنند. میگن و هذا یقتضی ان نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاجون في ذلك إلى الرسول. این رد است به محمد طاهر، برادر محمد شریفی جهمی، محمد طاهر جهمی جاهل. زیرا ما وقتی که گفتیم که توحیدی که الله به بنده‌اش فرض کرده است به عقل فهمیده می شود و باطل بودن شرک را به عقل فهمیده می شود، اگرچه رسول نباشند هم حجت نرسیده باشند به عقل فهمیده می شود. او در مسئله معتزله رفت. ما میدونیم این مسئله تحسین و تقبیح 3 مذهب وجود دارد. اشعری ها بالکل انکار میکنند و معتزله ها به عقل توحید را اثبات میکند و شرک را انکار میکند و به عقل دوم اینجا کمبودیش به وجود میاد که و به عقل عذاب را هم اثبات میکند. مذهب معتزله ها را این خوب سالی نفهمیدن که مذهب معتزله ها چی است؟ میگه که قرآن و سنت به تو اصلا نرسیده باشد هم به عقل تو توحید رو باید میفهمی و شرک رو باید ترک کنی، اگر نکردی تو جهنمی خالدا مخلدن فی النار. میگه اهل سنت بر جماعت میگن که تو به عقلت باید توحید رو میفهمیدی و شرک رو ترک میکردی. از سبب همین که به عقل میفهمیدی حجت نرسیده باشد هم مشرکی، اما به همون عقلت به تو حجت قائم نمی شود و تو را الله عذاب نمیدهد، بلکه عذاب بعد از رسیدن حجت سمعی، بعد از این عذاب ثابت می شود. یعنی اهل سنت با معتزله چی فرق دارند؟ معتزله ها به عقل عذاب جهنم را ثابت میکنند و یک انسان را که حجت به او اصلا نرسیده است جهنمی میگویند. از همین جهت معتزله ها مثل خوارج شدند، حجت نرسیده جهنمی میگن. اما اهل سنت به عقل میگن که توحید فهمیده می شود و شرک باطل بودنش فهمیده می شود و یک انسان مشرک گفته می شود، اما به عقل ما نمیگیم که تو عقل داری، تو نفهمیدی تو جهنمی گفته نمیتونیم، زیرا که جهنمی بودن یک انسان یا نبودنش بعد از قیام حجتی از قرآن و سنت می شود. انا این رو این مدخلی ها، این علم نازک رو از کجا میفهمن این جهلا؟ پس ابن القیم الجوزی رو هم بگو که معتزله است، خوب سوی خیانتکارها جهلا. أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك. عقل این حجت است در باطل بودن شرک. عقل همون چیزی هست که با همون واسطه عقل توحید فهمیده می شود و این عقل حجت است در باطل بودن شرک. لا يحتاجون في ذلك الى الرسول. احتیاجمند نیست میگند انسان ها در فهمیدن یعنی توحید و باطل بودن شرک این با الى الرسول میگن، با رسول. یعنی اگر انسان عقلش رو استفاده برد میفهمد که توحید و شرک باطل است. یعنی این مسئله تحسین و تقبیح است. آیا تحسین و تقبیح عقلی وجود دارد یا ندارد؟ اشعری ها این رو یعنی اصلا انکار میکنند، نیست میگویند. در نزد اشعری ها تحسین و تقبیح عقلی وجود ندارد. و هذا الى الرسول قد در دوامش میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یعنی الله میگه که ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا اون زمانی که رسول نفرستیم. یعنی عذاب بعد از حجت است. وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. يعني إن شرك است، هر یک شرك است پیش از نهي وبعد از نهي. فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي
وليس شركا قبل ذلك ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. الله أكبر. ببینید، یعنی با عقل فهمیده میشد که فاحشگی بد است، قبیح است، گناه بد است. هر پیش از نهی، پیش از قرآن و سنت به شما رسیدن، پیش از بازداشتن الله، پیش از من کردن الله، انسان با عقلش این چیزا میفهمن. میگن هر کسی که بیاد بگه که نه فاحشه بد بودنش رو، فاحشگی بد بودنش رو، دیگر چیزهای بد بودنش رو، گناه بد بودنش رو، ما فقط بعد از رسیدن قرآن و سنت، بعد از نهیی که الله گفته است بعد میفهمیم که این بد است. این انسان گویا که گفته است که شرک همان وقت شرک می شود و همان وقت شرک گفته می شود که الله نهی کرده باشد. پیش از نهی کردن الله شرک را شرک گفتن ممکن نیست. و میگن که هر کسی که این سخن رو میگه معلوم است که این یک مکابره هست، یک بالاروی در حق سخنهای الله، یک مکابره صریح است بر عقل و بر فطره. پس این سخنش باطل است. پیش از قرآن نازل شدن ببینید زید ابن نوفل خطا نکنم کسی بود که در بین قریش با عقلش توحید رو فهمیده و مشرکین رو این کرهاشون رو انکار میکرد و مشرکین رو تکفیر میکرد. بله، با عقل یعنی بدی و نیکی فهمیده می شود، اما بخصوص توحید و شرک. اما با عقل کسی رو تو باید با عقلت میفهمیدی، نفهمیدی جهنمی میره بگفتن. انا این است مذهب معتزله و مذهب خوارج. بارک الله فیکم. پس با همین شما فهمیدید که ابن القیم الجوزی مشرک رو عذر به جهل و تعویل نمیداده است. ابن القیم الجوزی مشرک رو مشرک میگوید و میگوید که در شرک اکبر جهل عذر نیست. اگر جهل شرعی حقیقی طبقه سوم بگیم، قسم سوم باشد، جهل عذر است در حکم نه در اسم. در حکم، در عذاب، در کفر و تعذیب جهل عذر است، اما در کفر اسم، کفر الاسم، جهل عذر نیست. بارک الله فیکم. امیدواریم که ان شاء الله از این سخنها فایده میگیرید و حقیقت برای شما آشکار می شود و این فرقه باطل رو باز خیانت‌هاش رو خوبتر و عمیق‌تر درک میکنید. بارک الله فیکم و حیاکم الله.